نخستین صدای ماندگار این برنامه کسی است که گویندگی را از 14 سالگی و از نخستین فیلم‌های دوبله شده در ایران آغاز کرده و اینک دیری است که صدای گرم ایشان را از دهان بسیاری از بازیگران محبوب سینما میشنوید. خانم مهین کسمایی با فیلم‌های همچون تعطیلات رومی یا شبی در روم ساخته ویلیام وایلر. من آشپز خوبیم، از این را میتونم زندگی کنم. من خیاطی و شستشو و اتوکشی هم بلدم. اینا رو همه رو یاد گرفتم ولی فرصت استفادهشو پیدا نکردم برای هیچ کس. من از سالهای اول دبیرستان دبیرای انشام همیشه برای من آینده پیش بینی میکردن که نویسنده بشم، چون انشای من دست به دست میگشت وسیله دبیرای انشا توی تمام سطح تهران. ولی قسمت چیز دیگری بود. آقای کسمایی تابستون که من تعطیلات تابستونم رو میگذروندم تو دماوند، به من تلفن کردن بیا برای امتحان صدا، چون من تو نمایش‌های مدرسه هم شرکت میکردم، رئیس انجمن نمایش بودم. ایشون از ذوق من خبر داشتن و این کار خیلی خیلی شورانگیزه. میخوام بگم که هر کی که ذوق هنرپیشگی داشت و نمیتونست به علت مثلا مشکلات فیلمای اون روز یا خانوادهش شرکت کنه، این دوبله بهترین مسکن بود. و وقتی من اومدم تو کار دوبله و همون امتحان صدا که شد قبول شدم و قرار شد رول اول فیلم بهار خونین رو حرف بزنم، دیگه موندم تو این کار و روز به روز بیشتر غرق این کار شدم. البته اولا دوبله گاهی 1 ماه طول میکشید، با فاصله یه فیلمی تا تموم میشد در یه ساعتهای محدودی. بعدن کار که رونق پیدا کرد خیلی وقت ما کمتر شد، خیلی دوبله وقت ما رو بیشتر گرفت، به طوری که دیگه واقعا به کارای خیلی کارا نمی رسیدیم. مثلا بریم دنبال یه زبانی یا اینکه دنبال کارهای ذوقی دیگرمونم باش. من فقط سعی کردم تحصیلم رو تمام کردم، یعنی ضمن کار دوبله من از ادبیات فارسی رو گرفتم و بعد فیلم ها یکی از یکی قشنگتر و چون آدم علاقه داشت به هنرپیشگی و به نویسندگی، وقتی یک هنرپیشه با اون قدرت بازی میکرد وجود آدم اصلا حل میشد تو اون کار. و بعدن ما احساس میکردیم حتی بازی کردن جوابگوی اون احساسمون و ذوقمون نمیتونه باشه و دوبله خیلی خیلی ارضا کننده تره. اولین فیلم اودری هپبورن که بازم به سرپرستی آقای کسمایی بود، چون آقای کسمایی بهترین و بزرگترین مشوق من بودن تو این کار، فیلم تعطیلات رومی که اودری هپبورن با گریگوری پک بازی میکرد و خیلی فیلم قشنگی بود. بانوی زیبای من یه فیلمی بود که تمام منو با تمام وجودم جذب میکرد، یعنی هر لحظه خیال میکردم که من اون هنرپیشم و هیچ فکر نمیکردم چیزی جدا از اون باشم. و به صحبتهای آقای کسمایی راهنماییاشون کاملا گوش میدادم و با دل و جان اون قطعات رو هر چقدرم تکرار میشد سعی میکردم بگم. و اگر یه وقتی حتی به نظر همه خوب بود، خودم ممکن بود راضی نباشم و خواهش کنم که تکرارش کنم که من بهتر از اون اجراش کنم. از این کارا دیگه هیچ نباید کرد. رو دفترتون نوشته بود خبرگزاری، یعنی چی؟ آخه آدم وقتی بگه تو روزنامه همه جا راحته. اینجا خیلی اوقات همه چی رو زود درست میکنه، اینجا خیلی دروغگوه. سر اون پیچ میگرد. خیلی
حالا باید تو رو ترک کنم. من میرم از اون سه گوشی رد میشم. تو باش بعدم برو از اینجا. قول بده از اونجا که رد شدم دیگه نگام نکن.